27 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه دورابک ناحیه درواز همچنین جمعیت دارای مسئولیت محدود کرانپلاست را مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با خطهای استحصالی امکانات کارخانه نو و محصولات تیار آن شناس شده با متخصصان وطنی صحبت صمیمی نمودند. کارخانه نو صنعتی در دایره تدبیرهای سازندگی و آبادانی با مقصد تجلیل سزاوار از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار وطنی رحمان شفایوف بنیاد گردیده است. در کارخانه قبور و در و تیره‌های های پلاستیکی با استفاده از تکنولوژی معاصر در اساس معیارهای بین المللی استحصال کرده می شود. در کارخانه نو تأسیس استحصالی 30 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردید. میادوری خود را با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا محض بود دستگیری آن کس امروز در ناحیه درواز کارخانه کرانپلاست با فعالیت آغاز کرد و ما یک گروه جوانان و جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدیم. در کارخانه تمام شرایط‌های کاری برای ما مهیا گردیده است و ما با استفاده از امکانات کوشش می‌نماییم در پیشرفت وطن خودمون خدمت نماییم. اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز 2400 متر قبور با اندازه قطرشان از 15 تا 120 میلیمتر بوده، محصولات نهایی آن برای کشاندن خط آب نوشاکی و آبیاری زمین‌های کشت پیش بینی گردیده است. قبورهای استحصالی کارخانه هم برای آب خنک و هم برای آب گرم استفاده شده. طلبات به این نوع مصالح در بازار داخلی و خارجی زیاد می باشد. محصولات کارخانه برای سالهای زیاد کفالت داده می شود. قبورها و در و تیره‌های های پلاستیکی استحصال کرده کارخانه در بازار داخلی رقابت پذیر بوده، از جمله محصولات عوض کننده واردات به شمار می رود. کارخانه کرانپلاست امروز با اشتراک به واسطه پیشوای ملت امامعلی رحمان با استفاده داده شد. آن تجهیزاتی که امروز در کارخانه ما نصب کرده شدند از کشورهای ترقی کرده دنیا وارد کرده شدند. در کارخانه جوانان اکثریت کارگران و جوانان تشکیل میدهند. قبورهایی که ما استحصال میکنیم در کارخانه برای شرایط کوه و برای آبیاری نمودن اهالی و آب آشامیدنی تامین نمودن اهالی بسیار مساعدت میکند. اثنای شناسایی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با جریان استحصالات اطلاع داده شد که در و تیره‌های های پلاستیکی در کارخانه اساساً در اساس فرمایش میزاجان استحصال کرده می شود. مساحت قطعه زمین کارخانه 2157 متر مربع را در بر گرفته، خود بینای استحصالی در میدان 402 متر مربع با جلب متخصصان وطنی ساخته شده است. خطای تکنولوژی به کارخانه از جمهوری‌های ترکیه و چین وارد کرده شده با اشتراک متخصصان وطنی وصل و نصب گشته است. اشیاء خام برای استحصال محصولات از داخل و خارج کشور دسترس کرده می شود. محصولات کارخانه اساساً برای بازار داخلی روانه گردیده، در آینده با بلند برداشتن اقتدار استحصالی صادرات آن به کشورهای منطقه هم به راه مانده خواهد شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام بنیادکارانه صاحبکار وطنی را نمونه عبرت و دستگیری ارزیابی نموده، جهت استحصال محصولات با صفت و رقابت پذیر و عوض کننده واردات به مسئولان دستور و مصلحت‌های سودمند دادند.